دوستان سلام، وقت همگی بخیر. امروز بازم یه طبیعت دیگه، یه روز دیگه اومدیم تا براتون از این منطقه تا حد امکان ویدیوهای ناب و تابی تهیه کنیم و در خدمتون باشیم. پس با ما باشین، با ما قدم بزنین و از طبیعت بکر و زیبای خدا لذت ببریم. فقط لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون با لایک و سابسکرایب کردن خودتون یه نیروی خیلی خیلی مضاعف و بهتری به ما میدین و حال بهتری به ما میدین تا بتوانیم تا جایی که امکان داره به طبیعت ناب خدا بریم و براتون بهترین ویدیوها رو تهیه کنیم. پس با ما باشین تا به دل طبیعت بریم و ببینیم چه اتفاقایی رخ میده. خب عزیزان، همونطور که خودتونم مشاهده میکنین ما همین اول راه رسیدیم به دوراهی. راه اصلی سمت راستیه که میبینین میرسه به اون پایین تو دل کوه، اما راه سمت چپی میره تو تپه سمت چپ. حالا ما موندیم از کدوم راه بریم. خب چون اول مسیر همین سمت چپ و میریم داخل، ببینیم اینجا چی داره. خب دوستان، یه رو 20 دقیقه هست که تو همین مسیر داریم میایم. راه بسیار بسیار کوهستانی و خطرناکی تقریبا میشه گفت، مخصوصا برای زمستون. حالا ادامهش میدیم تا ببینیم چی انشالله گیرمون میاد، چه طبیعت زیبایی گیرمون میاد. خب دوستان، اینم از دشت اول که ما رو به این منطقه وارد کرد. همونطور هم خودتون میبینین تو دل کوه چقدر سرسبز، آباد و خیلی هم خوب. خب حالا میریم جلوتر ببینیم چی داریم ما. خب دوستان، اومدیم تو اولین تقریبا میشه گفت دال و درختی که دیدیم. خودتون هم همون اول مشاهده کردین. یه مورد خیلی خاص این که علت خشک شدن این درختای بادوم چند ساله هنوز معلوم نیست چرا اینا اینقدر خشک شدن، و متاسفانه با وجود اینکه اینجا کوه باید آب داشته باشه. حالا میبینین درختای توتو خیلی سرسبز، خیلی باحال، اما درختای بادوم همه خشکیده شده. خودتون هم میبینین همه جا هم هستن. ببینین خودتون، کلا تا هرچی بادوم کاشتن تا جایی که
من میبینم همه خوش شدن. حالا میریم جلوتر ببینیم بازم این درخت های خوش شده ادامه داره یا نه. فکر کنم این منطقه، یعنی نه 100% مطمئنم که این منطقه صاحب داره، به خاطر این قسمت جوی بتونی که کشیدن. بعد اینجا این قسمت هم ادامه داره میره اون طرف هم ادامه داره. اما با تمام وجودی که خواستن این منطقه رو زنده نگه دارن، اما متاسفانه نشده و به علت اصلی ترین علتش دیگه همون خوشسالیه. میبینیم خودتونه جویای بتونی. بله آره اینجا هم یه استخری داره مثل که. بریم جلوتر. آره خودتون هم مشاهده میکنین. اما با تمام گفتم خدمتتون عرض کردم با تمام سختی هایی که تحمل کردم که مگه این قسمت طبیعت رو از دست ندم، اما متاسفانه به علت خشکسالی بیش از حد و نبود آب اینجا هم خوش شده. میبینیم این هم قسمت چشمشه که خوش شده و از دست رفته. امیدوارم بتونین ببینین. اصلا آبی نیست، یکی همون تهش هستش. این قسمت بالام که میبینید الحمدلله سبز هنوز، به خاطر اینکه قسمت بالای چاهای قناتشه که هنوز ریشهشون تو آبه و میتونن از اون آب قسمت بالا استفاده کنن. خودتون میبینید اینجا درختای بادومش سبز. اینجا همه درختاش سبزه، همین درختای انگور، همون قسمت سنجد، اینجا بادوم و اون ته هم اگه خودتون مشاهده میکنید تو ردیف قسمت قناته که الحمدلله هنوز سبز مونده و زندگی توش هست. خب حالا کدوم طرفی بریم قسمت زیر دستش بینیم. تو قسمت زیر دستم یه چیز مورد خاص میتونیم ببینیم یا نه. خب میبینیم که حتی جوی آب از این قسمت هم اومده و تونستان آبو به این قسمت هم بیارن. این قسمت هم زیر کش بوده قبلا، اما متاسفانه الان خشکیده شده و جالب این که هنوزه مثل که اینجا هستن. خودتون کلبه رو ببینین. کلبه‌ای که حتما توش زندگی میکنن به خاطر ساخت بناش که هنوز سالمه، در و پیکری که هنوز داره. خودتون میبینین. البته اینجا مثل که آغل و گوسفنداشونه. بله خودتون میبینین که الان بی این علتی که اینجا هستن، اما فضا رو خودتون هم ببینین. چشم انداز ناب. یعنی کلا خواسته باشی اینجا رو تو یه جمله تمومش کنی، یعنی به معنی واقعی کلمه نمادی از انسان‌های سخت‌کوش و واقعا آهنینن. شما حساب بگیر تو این قسمت از کوه، خودتون هم میبینی اینجا همش کوهه. تو این قسمت از کوه چقدر باید زحمت بکشی تا این قسمت از زمین رو یا
این قسمت از زمین رو بتونی زیراب کنی و بتونی آب به طرفش هدایت کنی که از اون قسمت، حالا هر نوع محصولی، مهم از دید من مهم محصول نیست، مهم اون روحیه ناب و روحیه واقعا فولادی این مردمه که حاضر، یعنی با ارادهشون اینو رو به اثبات رسونده که حتی کوه و برای کاشتن یه درخت میشکافن و به اون خواسته ای که دارن میرسن. خب این قسمت هم میبینید یه کلبه دیگه است. بریم جلوتر بینیم اینجا چی هستش.